سلام بچه ها، امروز توی این ویدیو با ما همراه باشید چون قراره به جای استفاده از دستگاه یووی با استفاده از نور خورشید لاک‌ژلمون رو خشک کنیم. از قبل کاور ناخن و سوهان کشی انجام شده و الان آماده مرحله لاک‌ژل. لایه اول لاک‌ژل رو روی انگشتای هر دو تا دست اجرا میکنیم. لایه اول لاک‌ژل روی دو تا دست تموم شد و الان باید بریم توی آفتاب که خشکش کنیم. نور خورشید یه منبع قوی از اشعه یوویه و به خاطر همین باعث خشک شدن لاک‌ژلمون زیر 1 دقیقه شد، ولی برای محکم کاری من 2 دقیقه هر لایه رو توی آفتاب خشک کردم. خب لایه اولمون خشک شد کاملا. میریم برای لایه دوم. لایه دوم اجرای لایه دوم تموم شد، بریم برای خشک کردنش. خب اینم خشک شد، بریم برای طراحی. حالا با یه لاک‌ژل دیسکو طراحی آمبره انجام میدیم. بچه ها طراحی 2 تا دست رو دیگه با هم انجام نمیدیم. یک دست طراحی میکنیم، میاریم و خشک میکنیم. همونطور که میبینید آفتاب پشت ابره و حتی آفتاب از پشت ابر هم اشعه یووی داره و داره لاک‌ژل ما رو خشک میکنه. به خاطر همینه که همیشه متخصصا توصیه میکنن که حتی تو روزای ابری هم از ضد آفتاب و عینک آفتابی استفاده کنید. البته الان آفتاب برگشت، ولی خب لاک‌ژل من نصف نیمه خشک شد. برای محکم کاری باز همون 2 دقیقه رو وای میستم توی آفتاب. بچه ها اگه دوست داشتین این کار رو امتحان کنید حتما از قبلش به پوستتون ضد آفتاب بزنید. میبینید که کامل خشک شده. و در نهایت تاپ کت هر 2 دست رو میزنیم و میریم توی آفتاب. خب الان دیگه کل کار ناخن من تموم شد و لاک‌ژلم کاملا خشک شد و ترمیم ناخنم به پایان رسید. حالا میخوام از این ویدیو به یه نتیجه برسیم. اینکه دستگاه یووی دقیقاً همون اشعه نور خورشید رو داره و لازم نیست که از خدمات ناخن و کاشت ناخن و دستگاه یووی ناخن بترسید. فقط کافیه که قبل از قرار گرفتن در معرض اشعه یووی چه نور آفتاب و چه یووی دستگاهی از ضد آفتاب استفاده کنید. ممنونم که توی این ویدیو با ما همراه بودید. در ادامه ناخنم رو بعد از گذشت 3 هفته میبینید و توی ویدیوی بعدی میبینمتون. خداحافظ.